ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 28. ҳамин тариқ ба қавли олими эронӣ Али Акбари Ҷаъфарӣ, пайравони оини зардуштӣ барои паҳн намудани дини хиш و گستریش آیین تازه یکتاپرستی نخستین دانشکده های دینی را تأسیس داده، در آن شاگردان را تعلیم و پرورش می نمودند تا که آنها از سرزمین بلخ و باختر به قلمرو آریایی های سوخت و خوارزم و کشورهای دیگر رفته طریقت نو را پهن نمایند، آنگونه که در سرزمین عرب رسالتی پهن کردن دین اسلام قبل از همه بر دوش پیامبر و یاران و پیروان او افتاده بود. عیناً همین گونه مغهای باختری و سغدی با خود کیش زردشتی و تعلیمات آیینی نو را به دولت ماد، امپریای هخامنشی و کشورهای دیگر می بردند. خوشبختانه تحقیقات های نوین عالم تاجیک ظهورالدین یوسوپوف که در هفتوار بهار عجم به تب رسیده اند، پهلوهای تازه مقام تاجیکان را در گستریش فرهنگ آریایی می کشاید. بعدتر در زمان هخامنشیان می نگارد محقق، قسمت های شرقی و غربی ایران متحد شد و در آن وقت آیین زردشتی بازسازی گردید که رواج اصطلاح تاجیک با آن رابطه مستقیم دارد. اگر با آغاز پیدایش این اصطلاح نظر اندازیم، پس می‌بینیم این واژه خیلی قدیمی بوده، به سرنوشت سخت مردم ما وابسته است. میتوان تخمین کرد که در زمان بازسازی آیین زردشتی تفهم تاجیک در اطراف و اکناف عجم پهن گشت. معتقدان این آیین به هنگام گرویدن به زردشتیه بر سر تاج یا بر انگشتان خیش انگشتری می انداختند. به این سبب آنها را تاجیکان، تاجکان یا تاژیکان و این چنین تازیکان نام بردند. عقیده از ریشه تاج پیدا شدن اصطلاح تاجیک و به آیین زردشتی و تاج و تاجداری نسبت داشتن آن از جانب عالمان زیاد از جمله خانیکف، اندریف، استاد عینی، یعقوبوف و دیگران موردی تدقیق قرار گرفته باشد هم، به هر احتمال این قضیه کس را به اندیشه میبرد که در جریان روند تاریخ نسبه دینی و تاجداری تدریجاً به نسبه اتنیکی و ملی تبدیل یافته است. به قول محقق زبردست روس خانیکوف، تاج برای معتقدان تعلیمات زردشت نیست همان چیزی بود که چلیپا برای مسیحیان و سله برای مسلمانان، یعنی علامت ظاهری تفریقه معتقدان این آیین از اهل آیین دیگر. از همین سبب کلمه تاجیک در وطن اصلی زردشت که تعلیماتش در باختر خیلی پیشتر از آن که به غرب ایران غربی در نظر است وارد شود رایج بود. کلمه تاجیک که در ابتدا چون اصطلاحی جامع اسم نخستین آتش پرستان چی باختریان و چی دیگران ارزی وجود نموده بود، حالا به نام مردم شاخه ایرانی که قطع نظر از اسارت بسیار اسره بیگانگان و بربران، زبان و بعضی آثار فرهنگ قدیمی خود را نگاه داشته اند تبدیل یافته است. قضیه بالا که از جانب عالمان و مورخان ما تحقیقات عمیقی را تقاضا دارد،
خودگواه حال است که مغان زردشتی چون پهن کنندگان آیین و فرهنگی تازه به دربار هخامنشیان نیز راه یافته به انگیزه نوی روحانیت مغها بنیاد گذاشتند و به قول یکی از تواناترین زردشت شناسان میری بایس، آیین زردشتی در پهناهای آسیا 3500 سال مقدم پدید آمده، سپس به دین دولتی 3 امپیریای ابرقدرت ایران تبدیل یافت و گذشته از هخامنشیان در دوره اشکانیان و ساسانیان به نفوذ و گستریش فرهنگ آریایی مساعدت نمود. علل خصوص در عهد هخامنشیان تمدن و آیین دولتداری آریایی به پایه خیلی بلند رسیده شهرت جهانی می‌یابد. از بس که در بابهای 7-8 کتابی یکمی از آریان تا سامانیان آید به دولت هخامنشی علی قدری حال معلومات داده بودیم، حالا کوشش می نماییم که از آیین‌های دولتداری و نظام کارگزاری آنها مختصر حرف زنیم. اصولهای اداره کنی و نظام کارگزاری امپریای هخامنشی که در طول بیش از 200 سال یکی از بزرگترین امپریاهای جهانی بود، از تمدن و رسالت دولتداری آریایی سرچشمه گرفته نظر به همه سیستم‌های اداره کنی دولت‌های پیشگذشته مشرق زمین مصر و بابل، آشور و ماد، باختر و سوخت و غیره افضلیت و برتری ها داشت. موافق معلومات تاریخ نگاران عهد قدیم و جدید، قلمرو امپریای هخامنشیان به 3 قطعه عالم آسیا، اروپا و افریقا دامن افراخته اهالی مطیع قریب با 55 زبان گفتگو می کردند. گیرداد در قطار 20 ولایت ساتراپی ها امپریای هخامنشی که بعضن حدود یک دولتی بزرگ مثلا مصر، آشور، ماد را فرامی گرفت، در عین حال روی خطی 70 خلقیت را که در این ولایت ها میزیستند آورده است. به قول اکادمیک باباجان غفوروف، تمام دولت هخامنشی به ولایات های مالیات دهنده حربی یعنی ساتراپی ها تقسیم گردیده بود که آنها را واری ها، ساتراپ ها اداره می کردند. چه نوعی که گیرداد خبر می دهد در عهد دارایی 1 522 486 پیش از میلاد شماره این قبیل ولایت ها به 20 می رسید. واری ها که بی واسطه به پادشاه اطاعت می کردند اکثراً از بین فارس ها تعیین کرده می شدند. وظیفه واری اساساً از جمع آوری انداز و نگهداری قشون عبارت بود. شاید سؤالی به میان آید که چرا یک امپریای بزرگ و ابرقدرت که در تاریخ دولتداری های گذشته و آینده نظیر نداشت و از لحاظ حدود جغرافی، شماره لشکر و بایگری و سرمایه نظر به تمام امپریاها و دولت‌های سابقه افضلیت داشت، از دست یک لشکرکش جوان و کار نآزموده اسکندر مقدونی به آسانی شکست خورد. برای به این سوال پاسخ دادن لازم است که نظام اداره کنی و کارگزاری دولتی این امپریای ابرقدرت را از نظر گذرانیم و برد و باخت شاهنشاهان هخامنشی را از کوروش کبیر تا دارایی 3 قیاس نماییم. کوروش کبیر و دارایی 1 بسا خوب می فهمیدند که پره به اختیاری والی ساتراپ گذاشتنی تقدیری این یا آن ولایت ساتراپی تا اندازه برای امپریای پهناور خطر دارد، زیرا این ولایت ها در گذشته دولت های خرد و بزرگی علاهیده بودند
و با فرارسیدن امکانیت مناسب روند مرکز گریزی و استقلالیت خواهی آنها بالا می گیرد. از این لحاظ مخصوصاً در دوره شاهنشاهی دارای یک کوشش اصلاحات و تنظیم نظام اداره‌کنی به رسمیت در آمد که موافق آن در امور سروری ولایت‌ها حاکمیت حربی و حاکمیت مأموری را به اختیار یک شخص گذاشتن روان نبود. قبل از زمان دولتداری دارای یک عادتاً کشورهای ضبط گردیده به اختیار عملداران محلی یا حاکمان سابق واگذاشته می شدند که سر اطاعت فرود آوردند. موافق اصلاحات دارای یک برای اداره کنی هر یک ولایت 3 عملداری والا مقام، والی، دیوانداری شاه و سپهسالار تعیین می گردید که آنها به یکدیگر مطیع نبودند و هر کدامشان بی واسطه به حاکمیت مرکزی شاهنشاه اطاعت می کردند. از روی معلوماتی بسا جالب مورخ فرانسوی مسپیرا، نخستین عملدار والی سطرب بود که حاکمیت مأموری و سروری عامه را در اختیار داشت. والی ها عادتاً از جانب شاه تعیین کرده می شدند و از میانی هم قوم های فارس و هم قوم های بیگانه انتخاب می گشتند. مثلا موافق اخباری گیرداد، یکی از والی ها کسینگاری گلیکارنک یونانی و پکتی لیدیگی بوده است، ولی اداره کنی ولایت های مهمترین را به کسانی باور می کردند که از قوم شاهنشاه بودند یا به واسطه ازدواج با این خاندان قرابت داشتند. چنانچه در کتیبه بیستون آمده است که پدری دارا ویشتاس والی گیرکانیه و موافق معلومات گیرداد پسری دارا اخیمین والی میسر و برادری دارا ارتفرن والی سرد بود. باج و خراجغنداری مقدمترین وظیفه والیان بوده. آنها سروری خلق، آرامی ملک و پایداری حکومت شاهنشاه را در ولایت به ذمه داشتند. والیان صاحب قصر و کوشک‌های محتشم، حرم‌های خاصه، دسته حمایتگران بوده از روی صلاح دیدی خود به امور محکمه و اجرای قانونها نظارت می بردند. دیوانداری شاهنشاه عادتاً در حضور والی فعالیت کرده حتماً از مردم فارس بود و تمام عملهای نیک و بدی والی و سپهسالار را به دربار می رساند. عادتاً رسمیت کارگزاری، امور واردات و صادرات امر و فرمانهای شاهنشاه و اجرای آنها از جانب دیواندار نظارت کرده می شد. دیواندار وظیفه‌دار بود که از خصوصی مهمترین واقعه های ولایت و کردار و رفتاری والی و مقربانی او به شاهنشاه منتظم معلومات فرستاده عملهای ناشایم را پیشگیری نماید. سپهسالار اردوی لشکری ولایت را که عادتاً از دسته سربازان فارس، از کران اجنبی از جمله باختریان و سغدیان و سکایی ها و جنگاوران کرایه بیشتر دسته یونانیان عبارت بود سروری می کرد. سپهسالار از روی مقام و مرتبه به والی و دیواندار اطاعت نمی کرد و امر و فرمانها را از دربار مرکزی شاهنشاه می گرفت. این 3 عملداری والا مقام از روی مرتبه و وظیفه‌شان با هم پیوسته در رقابت بودند، از یکدیگر می هراسیدند و پنهانی و آشکارا به جریان فعالیت همدیگر نظارت می بردند. این طرز اداره کنی عملداران ولایت ها را وادار می کرد که با دربار شاهنشاه و دیوان مرکزی آن پیوسته در رابطه باشند و به غفلت و سهلنگاری راه ندهند. چاپران و قاصدان تیزرو در طول 1 یا 2 هفته از دورترین گوشه امپریه مراسلات و معلومات نامه ها را به دربار شاهنشاه می رساندند.
علل خصوص در دوره دارای یک وسایط علاقه آنقدر خوب به راه مانده شده بود که خبرهای تعجیلی و امر و معلوماتهای فوری از سرعت پروازی پرنده هم زودتر می رسید. در فاصله هر 4 فرسنگ تقریباً 20 کیلومتر قاصدان را اسب‌های تیزگام و چاپران نوبتی انتظار بودند. چون مراسلات و امر و فرمانهای صادر شده شاهنشاه به قرارگاه نوبتی قاصدان می رسید، قاصدی دیگری آنها را گرفته فوراً به اسب آماده سوار می شد و با سرعت تمام به قرارگاه آینده می رساند. با شرافت راههای